6 چیزی که باید در سال جدید رها کنی. بیشتر آدم‌ها تا 50 سالگی به مورد 6 نمیرسن، پس حتما تا آخر بخون. 1. کنترل رو رها کن. زندگی رو بپذیر. همه چیز قرار نیست طبق خواسته‌ای تو پیش بره. بعضی چیزها رو فقط باید به زمان بسپاری. یادت باشه چیزی که برای تو باشه راه خودش رو به سمتت پیدا میکنه. 2. کینه و ناراحتی رو بنداز دور. زندگی کوتاه‌تر از اونیه که بخوای با دلخوری و عصبانیت بگذرونی. ببخش، رها کن و جلو برو. 3. تلاش برای راضی کردن همه بیفایده. هیچ وقت نمیتونی همه رو خوشحال کنی، پس انرژیت رو برای خودت نگه دار. خوشحالی واقعی از درون خودت شروع میشه، نه از تایید دیگران. 4. ترس از عقب موندن ولش کن. زندگی مسابقه نیست. وقتی دنبال اینی که مثل بقیه باشی، لحظه های واقعی زندگی رو از دست میدی. برای خودت زندگی کن، نه برای مقایسه شدن. 5. ذهنیت کمبود رو کنار بذار. به جای اینکه فکر کنی چیزی کمه، باور داشته باش که همیشه به اندازه کافی هست. فراوانی توی ذهن شروع میشه، پس طرز فکرت رو تغییر بده. 6. کمالگرایی قاتل شادی. این اولین باره که داری زندگی میکنی، پس به خودت سخت نگیر. منتظر کامل شدن نباش، از مسیر لذت ببر. گاهی فقط یک جمله میتونه مسیر زندگی تو تغییر بده. اگه دنبال رشد و تغییر واقعی هستی، اینجا جاییه که میتونی شروع کنی، پس فالو کن.